در دل شهر نور، دلهای پر امید، صادق و صبور، یاران جمع شدند به عشق وطن، صدای همبستگی در دل و سخن، کانون یاران، نور امید، دلها پرشور، قلب ما سفید، دست به دست کنار همیم، در این مسیر ما متحدیم. هر لحظه بی تکلیف، صادقانه عشق جاری در جان، کانون یاران گواه این داستان، کانون یاران، نور امید، دلها پرشور، قلب ما سفید، دست به دست کنار همیم، در این مسیر ما متحدیم. ونکوور شهر دور اما نزدیک، ایران در دل ما، هر لحظه بی تکلیف، صادقانه عشق جاری در جان، کانون یاران گواه این داستان. نیستم سر پارسی که انرژی بیشتر مصرف میکنم، عذرخواهی میکنم. خب امیدوارم که خوب باشید و سلامت باشید. میدونم که هیچ کدوممون شاد نیستیم، اینو میذاریم کنار و امروزمون رو فعلا از این ساعت شروع میکنیم. مشکلات، مسائل همه میذاریم پشت در و مجبوریم که این کار رو انجام بدیم. و اینکه عزیزان توی واتساپ این مسائل رو میفرستید، ما چه اصراری داریم که این مشکلات رو هی تکرار کنیم؟ تا این کمی فکرمون آرامش پیدا کنه، تلفن نگاه میکنیم اینجوری شد اونجوری شد. اینی که سعی کنیم ناراحتی ها رو اینقدر انتقال ندیم، چون کاری از دست ما بر نمیاد. منی که الان یک هفته از عزیزان خبری ندارم، میتونم چیکار کنم؟ تا میاد یه مقدار فکرم آرامش پیدا کنه، دوباره یه واتساپ اومده که اینجوری اونجوری. به هر جهت سعی کنید باعث آرامش هم دیگه باشید. سخته ولی ناچاریم، چون غیر از این کاری نمیتونیم بکنیم. و من بدون رو دربایسی همینجا اعلام میکنم، هر کدوم از این عزیزان توی واتساپ مسائل ناراحت کننده رو تلگرام، واتساپ اینا رو میفرستن، مجبورم دلیت کنم. حتی به خاطر خودم هم که شده. این انسان چقدر گنجایش داره، چقدر ظرفیت داره. اینقدر خواهش میکنم مسائل ناراحت کننده رو انتقال ندیم. هممون داریم نگاه میکنیم، اخبار سراسر دنیا رو داریم میبینیم، ولی اینی که هر دفعه یادآوری بشه یه مقدار آدم اذیت میشه. و سعی کنیم اینا رو نفرستیم. اگر هم بفرستیم من متاسفانه دلیت میکنم. و مسئله دیگه، من روز پنجشنبه گذشته فامیلی دکتر بودم. بعد گفتم اینم خسته شدم برم تو مکدونالد بشینم. دیدم که 3 تا عزیزان داشتی ببردن
مکنون. خانم پروینه یزدانی بود، خوشحال شدم، و خانم ابراهیمی و خانم آذر خانساری. خانم خانساری و ابراهیمی گفتن که میخوایم بریم والمارت شکر نمیدونم کنسرو هر چیزی بود بخریم که بریم دونیتیشن کنیم. خب من خیلی خوشحال شدم. بالاخره با صحبتهای ما یه اقدامی شد، یه قدمی برداشته شد و اونجا بود که یه جرقه تو مغز من زده شد. بعضی نیازها پنهان هستش، ما نمیبینیم، لمس نکردیم و یکیش بیمارستان لانزگیت قسمت آنکولوژیست هست. امیدوارم که هیچ کس این دوران رو تجربه نکنه. و عزیزانی که بعد از شیمی درمانی، نمیخوام خاطرتون رو اذیت کنم و راحت کنم، ولی هست، واقعیت و یه نیاز پنهانه، هیچ جا دیده نمیشه. این عزیز وقتی که عصب میاد پایین به شدت آتش داره و ضعف داره. اونجاست که بیمارستان میان یا بیبه که اسنک میدن به اون بیمار به کم بشینه بندیر. حالا این صندوقی که ما اینجا گذاشتیم برای نمایش نیست و اگر فردا من لباسم عوض شد نگید به خاطر اینه. کاری هستش که من الان 8 سال خودم دارم انجام میدم و اینها اگر انشالله یه مبلغی شد که بتونید کار خیر رو انجام بدید، نفر $1 ماهی $1 بیشتر هم نمیخوایم، ماهی $1 85 نفری $60 هم که پر بشه این من به کمک شما این اسنک رو میخرم، آبیره رو میخرم و با هم هر کدوم مایل باشید میبریم اهدا میکنیم به بیمارستان. میگن حالا ممکنه میگن که خب بیمارستان خودش مجبوره بده. بیمارستان از همین کمک‌های مردمی هستش که الان سر پاست. میگن اینا یه نیازهای پنهان هستش، هیچ کس اینا رو نمی‌بینه. تا کسی خودش لمس نکرده باشه نمیتونه اینو احساس کنه. و این یه موردش بود. و مورد دوم، بعد از اینکه شیمی درمانی میشن بیمارا، به خصوص خانما، تمام موهای سرشون میریزه و توی این سرمایه زمستون احتیاج به کلاه دارم، احتیاج به شال دارم و من نه اینکه خود نکرده شما حس کنید و خودپسندی و بخوام بگم من الان خودم 8 سال 9 سال دارم این کار میکنم، میرم از دلارما شام کلاه میخرم 20 تا 30 تا هرچی در توانم هست و میبرم اهدا میکنم. یه سالی که بردم، نه تمام 2 سال پیش وقتی که بردم بذارم تو اون قسمتی که هست، دم خانم جوانی سرال شیمی درمانی به دستشه و بچه 1 سال 2 سالش هم تو بغل همسرش و همسرش ایستاده بالا سر این خانم داره انجیل میخونه. وقتی اینا رو بردم اشاره کرد که برای منم بیار. بردم برای شال کلاه و اون چیزی که دل منو به درد آورد این بود که این خانم کلاه گذاشت سر خودش کرد، شال باز دور سر بچهش. خب هم خودش هم بچهش بالاخره کمکش شد. حالا این خانم دیالوگ میزده توی یکی از رستوران‌های دور از ونکوور. حالا مریض بود، شب میاد اینجا میخوابه اینجا، بعد فرداش این درمان میشه. حالا من هر کدوم از شما راضی باشید، مایل باشید توی امر خیر شرکت کنید، من خودم کاموا رو میارم برای شما، نمیخوام از خودتون هزینه کنید. من کاموا رو میارم، هر کدوم بلدید میتونید شال کلاه هرچی میتونید ببافید. اولیش هم خودم میذارم
این مال خودم. هر کدوم از شما عزیزان میتونید ببرید شال کلاه درست کنید و وقتی که آماده شدن به اتفاق اونایی که بافتن اینو با هم میریم بیمارستان و اعدام میکنید به بیمارستان. اگر موافق هستی خب یه دسته بلند بزنید. کسانی که میخواد توی امر خیر شرکت کنم. خانم صادقی من میبرم برای بافتن. شما میبرید. بله خانم. منم بله. جانم کاموا بخرید بدید به عزیزایی که میتونن. والمارت کاموا داره. من خودم پریروز از والمارت خریدم. خانم حسنی دیگه منم کامواشو میدم. دستتون درد نکنه. اکرم خانم خانمی عزیزانی منم کامواشو نوشتیم سیلور باربر خیابان 23 کجا؟ 23 هرروزه؟ خب هر وقت که میدید بیارید سیل بیارید رقمی هم خیلی دیگه. خب اگر اجازه بدید من وصیتام تموم شد. اگر اجازه بدید برنامه‌مون رو شروع کنیم. کجایی که از غمت ناله می‌کند عاشق وفادار. گلنار کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهربار. گلنار دمی اول شب آشنایی و عشق به یاد دار. گلنار در اون شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی دیدار. چه دیدی از من حبیبم گلنار که دادی آخر فریبم گلنار. ندادی ای کاش نصیبت گردون که شد ناکامی نصیبم گلنار. بود مرا گرد شب تار آرزوی دیدار تا به کی پریشان تا به کی گرفتار. یاد مرا وعده وفا راز خود نگه دار. یامده دلم آرزوی من قلب من نگه دار. چه دیدی از من حبیبم گلنار چه دادی آخر فریبم گلنار. لب خود بگشا لب خود بگشا به سخن گلنار دل زارم را مشکن گلنار. نشدی عاشق نشدی عاشق ز کجا دانی چشم شد هر شب دل من گلنار. در رابطه با وطن. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز. ای
جاویدان من، ایران من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. ای وطن، ای مادر، ایران من، مادر اجداد و فرزندان من. هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن، وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیرخواری گاهواره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران. وطن یعنی که ایران است و ایران است و ایران. پاینده با ایران، قیون ایران. خوب و قشنگم، دل من همش باهاته، هنوزم دل دیوونه عاشق حال و هواته. ذره ذره وجودم تو پاکت نام هاته. واسه دریا کنارم، هر یه گوش از دیارم. واسه غریب و آشنا، واسه اهل تبارم نامه دارم، نامه دارم. واسه هر صندوق پستی تو دیارم نامه دارم، نامه دارم. جوهر اشکام دواته، رد پاش رو نام هواته. کشور خوب و قشنگم، دل من همش باهاته. هنوزم دل دیوونه عاشق حال و هواته. نوشتم خواهر برادر، مادر از فرشته سرتر. خوش به حالتون که موندی، امن جاتون توی کشور. فرستادم نامه هامو زیر چتر آسمونم. پنبه پاکت های نامه، بوسه های عاشقونم. کشور خوب و قشنگم، دل من همش باهاته. هنوزم دل دیوونه عاشق حال و هواته. ذره ذره وجودم تو
تو پاکت نامهاته واسه اهل دیارم واسه دریا کنارم واسه غریب و آشنا واسه اهل تبارم نامه دارم نامه دارم. که از استاد پرسیدم حس هموطنی یعنی چه؟ گفت اگر یک روز صحبت از نادرشاه شد سرت بالا گرفتی و دیگران هم این کار کردن یعنی تو با اونا هموطنی. اگر روزی اسم شاه سلطان حسین صفوی اومد سرت پایین انداخت دیگران هم سرشونو پایین انداختن یعنی اونا هموطنای تو هم. در غم شریک در شادی هم شریک. با همه کوششی که این جلسه انجام میده میبینم یه حزن پنهانی در همه هست، در خود من هست، در خانواده‌ام هست. امیدواریم ملت ما پیروز و موفق بشه. امروز قابوس باشویر چون شاهنامه به عنوان شاهنامه مورد خطاب قرار گرفتم. قابوس باشویر وقتی که میخواست بخوابه 2 نفر پشت پنجرش باید شاهنامه میخوندن تا این خوابش ببره. امروز سهراب‌های ما، برزوهای ما، سیاوش‌های ما سینه ستبر کردن در مقابل ظلم. هر کسی سوخت دل هست تو خونش یه دعایی در حق اونها بکنه که موفق بشن. سلطان وجود چشمه. من از چشمان خیش آموختم رسم محبت را که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می‌گرید. چشم سلطان وجوده. هر کجا درد میکنه آدم گریهش میگیره. خصوصیات چشم اینه که یکیش عمق دید داره، یکی شعاع دید داره. دوتا با هم تشکیل میشن دید کامل میشه. دید ما در پریود 2 تا 4. این زمینی که الان روش هستیم 180,000 کیلومتر در ساعت داره میگرده ولی ما نمیبینیم، با اون ثابت میبینیم. چرا؟ چون از پریود چشم ما خارجه. دیدید پشه رو میخوای بگیرید یه دفعه نیست میشه، به دلیل اینکه از پریود دید ما خارج میشه دیگه نمیبینیم. وقتی که گریه میکنیم اگر گریهمون از غم باشه چشم چپ اشک میاد، اگر از شادی باشه از چشم راستمون اشک میاد. میفهمیم این گریه شادیه یا گریه غمه. و اما شاهنامه کتاب شناسنامه ملت ایران برای قرنها و سالها و همچنین آینده. هیچ کدوم شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی نشد که نشد. بناهای عالی گردد خراب، هم از بارش و تابش آفتاب. بنا کردم از علم کاخی بلند، که از باد و باران نبیند گزند. بسی رنج بردم بدین سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنمای، زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده بر شده گوهر است. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. شاد و پدید امروز پیدا کردم که دلم میخواد که با شماها شیر کنم اینو، چون توکل کردن خیلی مهمه. من این رو خیلی احساس میکنم و خداوند مهربانه. و یک چیزی که میخوام بهتون بگم، ما ایران کشوری است که دیگه نباید دربارش همه میدونیم چی هستش، ولی این رو بدونید، من به شماها قول میدم اینو، ایران محترمترین کشور دنیا خواهد شد و نور عالمیان. البته صبر خداوند خیلی زیاده، ما باید یاد بگیریم صبر خدا زیاده، ما صبر باید داشته باشیم. ولی این رو شما بدونید، ایران محترمترین شهر دنیا خواهد شد. ایران ما همه چی داره. من این دعایی که دارم میخوام بخونم، هممون واقعا از اون خدای یگانه خواهش میکنیم که صلح در دنیا برقرار کنه، چه در ایران چه در تمام دنیا. والا ای پروردگار، یاران را کامکار کن و به عبودیتت همدم و دمساز فرما. قلوب را نورانی فرما و وجوه را رحمانی کن، تا بنیان محبت و مهربانی در عالم انسانی تأسیس گردد و نوع بشر به یکدیگر مفتون و مهرپرور گردند. شرق دست در آغوش غرب نماید، فرنگ بیدرنگ سبیل محبت گوید، ترک تاجیک را همدم داند و هم آغوش و مهربان شمارد. کل با هم در نهایت الفت و یگانگی معاشرت و مصاحبت نمایند. بیگانگی نماند، ذکر اغیار نشود، همدیگر را آشنا و یار و غمسار گردند. ای پروردگار، این شب تار را روز روشن فرما و این بغض و عداوت بین ملل را به انس و محبت مبدل کن، تا عالم آفرینش آسایش یابد و جهان پرغرور از عالم الهی نسیم موفور جوید. توی مقتدر و توانا و توی بخشنده و درخشنده و بینا. متشکرم.
جانی مریم چشمتو وا کن سری بالا کن در اومد خورشید شد هوا سفید وقت اون رسید که بریم به صحرا وای نازنین مریم وای نازنین آقایون و با آرزوی شادی و تندرستی خدمتتون عرض کنم که پروفسور اشنایدر متخصص آلزایمر هستش. میدونید که آلزایمر خب بیماری سالمندان بیشتر دیگه، مثلا توی 65 ساله ها از هر 13-14 نفر یه نفر آلزایمر داره. هرچی سن میاد بالا این تعداد آلزایمر بیشتر میشه. مثلا 75 سال 8 نفر 9 نفر یه نفر آلزایمر داره. 95 سال که میشه در 4-5 نفر یه نفر آلزایمر داره. همینطوری میره بالا. این است که این پروفسور اشنایدر داره مطالعه میکنه، میگه که باید اول ما یه داروهایی پیدا بکنیم که رشد آلزایمر رو کند بکنه، اونهایی که شروع شده آلزایمرشون. بعد میگه ابزارهایی چیز بکنیم، پیدا بکنیم که جلوگیری بکنه از ایجاد آلزایمر، یعنی پیشگیری بکنه که هنوز پیدا نشده. در مرحله سوم باید داروها یا روش‌های پیدا کنیم که اون آلزایمرهای بیماران آلزایمری که کاملا پیشرفت کرده درمان بکنیم و این مطالعات بین 5 تا 10 سال برای آینده طول میکشه. این است که راجع به آلزایمر دوستان باید حواسشون خیلی جمع باشه. بعد
من البته 3 مرحله داره آلزایمر که هر کدوم رو در جلسات آینده 5 دقیقه صحبت خواهم کرد. یکی علائمشه که علائم هشدار دهنده که چی هستش، بعد میادش تفاوت فراموشی طبیعی که در سنهای بالا هست با آلزایمر چیه، مرحله سومش هم که چه کارهایی بکنیم که آلزایمر عقب بیفته. خیلی متشکرم. دفعه دوم که اومد گفت اون دفعه توی کاغذ پیچیدی این ساندویچ رو سیر نشدم، حالا تو مقوا بپیچید. دوستان عزیزم، معمولا پکی کلام من این که عاشقتونم، دوستتون دارم. مریم جون یه شعر وطن خون، من دیگه روم نمیشه که این شعر وطن رو بخونم چون نمیتونم به قشنگی تو بخونم. قربونتون برم. من اتفاقا دلم میخواست که شعر کوچه رو بخونم، ولی دیدم این شعر از نادره ابراهیمی آتش برام تهیه کرد، بهم داد، گفتش که اینو بخون. به ترجیح دادم که امروز اینو بخونم. ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن. ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن. همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن. مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری، ای وطن. مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی، ای وطن. مثل آواز بلندی از بلندی های پاک، با غروری، با گذشتی، با وفایی، همچو خاک، ای وطن، ای وطن، ای وطن. و آرزوی پیروزی حق بر باطل. خب ما هفته گذشته یه معمایی رو مطرح کردیم که تاجری یک کالایی رو میخره $7 میفروشه $8، روز بعد میره میخره $9 میفروشه $10. گفتیم که این تاجر رو حساب کنید چقدر سود برد. چقدر؟ و اگه ممکنه بلند بشیم بگیم که دلیلتون رو بفرمایید. چی $2 سود برده. دفعه اول کالا رو خریده $7، $1 سود برده شده $8. سرمایه گذاری خود. نه $2 نمیشه. دفعه دوم اون رو $9 خریده و بعد $10 دوباره یه دونه $1 دیگه هم سود کرده میشه $2 سود کرد. چون سرمایه اولیش که دیگه از خودش. در واقع دلیلشون درسته ولی به صورت دیگه. یه بار یه $7 داده، یه بارم $1 دوباره رو پولش گذاشته، چون در واقع وقتی $8 فروخته $8 رو دوباره داده و $1 هم روش گذاشته دیگه. پس $8 در مجموع پول گذاشته، $10 گرفته، $2 سود کرد. خب حالا ما قرار شد که این خود ساده بود. یه دونه معمای دیگه هم بود، معما نبود. گفتیم از 1 تا 100 چند تا 9 داریم؟ 20 اون کسی که جواب داده 20 تا. بفرمایید به چه صورت؟ خب
بعد از 9 تا 89 کلا میشه 9 تا 90 میشه دهمیش و از 91 داریم تا 99 که 9 تا میشه ولی 99 خودش 2 تا 9 داره که میشه 20. بله آفرین. بفرمایید جایزتون رو بگیرید. برای اینکه جایزه مال شماست ولی یه سوال دیگه ازتون بکنم. همونجا تشکایشش من میام خدمتتون. شما بفرمایید که یه کسی یه آقایی 10 تا تخم مرغ توی سبد داره 3 تاشو بر میداره 3 تاشو با 3 تاش غذا درست میکنه 3 تاش هم میخوره چند تا تخم مرغ برش باقی میمونه؟ بذاری خودش بگه 10 تا تخم مرغ تو سبده 3 تاشو بر میداره 3 تاشو میشکونه 3 تاشو باهاش غذا میخوره چند تا برش باقی میمونه؟ باریکالله افتخارش واقعا باهوشه باهوشه واقعا باهوشه ممنون از آقای رضایی و همه چیزان هفته آینده من چیزان هفته خانم خسروی خیلی باهوشی آفرین مرسی از کادویی که دادید. بله خواهشم قابل شما نداره یه زوجی میرن به پیکنیک این زوج 5 تا پسر دارن هر پسری هم 3 خواهر داره هر خواهر هم 1 فرزند کل اعضای این خانواده میشن چند نفر زوج میرن پیکنیک 5 تا پسر دارن هر پسری 3 خواهر داره و هر دختری 1 فرزند مجموعاً این خانواده چند نفر میشن این مال دفعه آینده مرسی نه دفعه آینده الان ببخشید شما تشریف بیارید نازی خانم بله بفرمایید شما ریزد موج آرزوها پیش لبت بستم لبز گفتگوها رمز عاشقی را در نگاه تو خواندم من در تو دیدم نقش همه عشق آرزوها در تو دیدم نقش همه عشق آرزوها ای بلای هستی جانم را ز چه می کاهی ای امید جانم از جانم تو چه می خواهی تو بمان به جانم آتش زده ای تو مرو که همچو آتش کرده ای گهی مرا می کشی گهی مرا می کشی ز عشق من بی خبر ز کشتنم دل خوشی از نگاهم ریزد موج آرزوها پیش لبت بستم لبز گفتگوها رمز عاشقی را در نگاه تو خواندم من در تو دیدم نقش همه عشق و آرزوها در تو دیدم نقش همه عشق و آرزوها من بسان شمع سحرم ز هستیم بی خبرم محو آتشم شعله می کشم من بسان شمع سحرم ز هستیم بی خبرم محو آتشم
فریاد من، از فریاد من او را خبری کو. در کنج قفسش مشت پری کو، در کنج قفسش مشت پری کو. خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن. یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن، چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن. بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم، که مگر بیفتم در پایت ای نوای نایم. به هوای تو می آیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت. به نسیم کویت ای گل، به شمیم بویت ای گل، در سینه داغی دارم، از لاله باغی دارم. با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم. باغم بهارم باش، موجم کنارم باش. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، دل بی تو به جان آمد. وقت است که بازایی، مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی. به نسیم کویت ای گل، به شمیم بویت ای گل، در سینه داغی دارم، از لاله باغی دارم. با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم. باغم بهارم باش، موجم کنارم باش. بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم، که مگر بیفتم در پایت ای نوای نایم. به هوای تو می آیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت، تا فدا کنم جان و دل برایت، تا فدا کنم جان و دل برایت. مجدد خدمتتون عرض شود که مطالبی که گاهی آقای دوست محمدی مطرح میکنن همیشه منو به یاد تاریخ میندازه و دلم میخواست حالا امروز خیلی حالا حوصله شعر خوندنم ندارم، یاد یعقوب لیث صفاری افتادم. یعقوب لیث صفاری از جمله کسانیه که ما خیلی بهش مدیون هستیم. شاید اولین کسی باشه که بیش از 1000 سال قبل وقتی که تاریخ ریسیس نیستم، زبان عربی تمام کشور رو فرا گرفته بودیم، به قدرت رسید و یه جمله معروفی داره، میگه چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت. اون زمان همه جا عربی صحبت میکردن، این کل زبان رو گذاشت کنار، گفت غیر از فارسی هم ندارید صحبت کنید. به این جهت ما خیلی مدیون یعقوب لیث صفاری هستیم، ولی متاسفانه مقبره‌ای که داره نزدیک دسفول و شوشتر و اونجاها یه مقبره خیلی ساده
محقره که آدم واقعا تأسف میخوره که چه چیزایی برای چه کسانی با طلا میسازن و این که ما مدیونش هستیم و شاید فردوسی از او الهام گرفته است و این کارا رو کرده، به این شکل ما محقق نگه میداریم. عرض کردم اصلا واقعا حال دلم خوش نیست و جدی میگم نمیتونم هیچ چیزی بخونم شرمنده کنم. من از همتون معذرت میخوام. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. وقت باز تو این دل من قصه جون میگیره خدا، هر جا میرسه از اون نامهربون نشون میگیره خدا. شب وقتی که در میزنه آفتاب میره بالای بوم، ناقوس خطر میزنه خدا. روز مثل یه مرغ اسیر در زیر شکنجه شب جون میکنه پر میزنه خدا. در این سیاهی شب به سوی تو نگرم، توی 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 ستاره سحرم. علی بسیار علی، بسیار متشکرم. ما همه بشریم، بنده یک خدای دادگریم، خواهران و برادران همیم، چون ز یک مادر و ز یک پدریم. ما به یک صورت و به یک هیئت، همه از یک تن و ز یک گوهریم. متخلق به احسن الاخلاق، متصور به احسن الصوریم. هیچ درنده جنس خود ندارد، ما چرا جنس خویشتن بدریم. مدتی رنج دشمنی بردیم، حالیا عیش دوستی ببریم. همه دانا درون خانه تنگ، از چه رو دشمنان یکدیگریم. همه دانیم بار یک داریم، گر فریب ستمگران نخوریم. میزند صاحب جهان فریاد، بستگان رسته بندگان آزاد. چقدر جناب منی.